بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه پیش بحث نتورک فلو رو شروع کردیم. من فقط یادآوری میکنم از این بحث که اگر اصطلاحات رو یادمون رفته دوباره یادمون بیاد و بحث رو ادامه بدیم. یعنی این اسلاید در واقع جلسه پیش تکراری جهت یادآوری مجددا آورده شده. نتورک فلو در واقع داخل یه نتورک تعریف میشه. اون نتورک یه سری ویژگی هایی داره و اون این که گراف جهتداری است که روی هر یالش ظرفیت اون یال که به منظور ظرفیت انتقال فلو روی اون یال هست مشخص شده و حتما یه سورس و یه دستینیشن داره که یا به بیان دیگه یه سورس و یه سینک داره که جلسه پیش ما گفتیم که اگر مالتیپل سورس یا مالتیپل سینک داشته باشیم چه جوری گرافمون رو تبدیل کنیم به یه گرافی که یه سورس و یه سینک داره. خب این در واقع یادآوری از جلسه پیش بود که این اسلاید ها هم صحبت شد در مورد تبدیل مالتیپل سورس یا مالتیپل سینک به سینگل سورس و سینگل سینک. در مورد ظرفیت نود هم صحبت کردیم. گفتیم گراف استانداردی که ما استفاده خواهیم کرد روی نودش ظرفیت نیست. در نتیجه اگر شما گرافی دارید که روی نودش ظرفیت هست باید اون رو دوباره تبدیل کنید به گرافی که همه ظرفیت ها کپاسیتی ها روی یال ها آورده شدن. این جهت یادآوری من اینها رو مطرح کردم که مسئله مشخص بشه. خب ما الان میدونیم که یک گرافی داریم. هنوز پرابلممون رو نگفتیم، فعلا فقط یه مدل معرفی کردیم. تا اینجا ما میدونیم یک گراف وزندار جهتدار داریم که قرار روش یه سری مسائل یا پرابلم ها رو حل کنیم. همینجا یه متوقف بشیم قبل از اینکه سراغ پرابلم بریم و اشاره کنیم به مسئله‌ای که آقای دکتر شریفی جلسه پیش توی بحث بیولوژی مطرح کردن و اونجا صحبت این بود که ما وقتی پروتئین ها رو داریم رید روشون انجام میدیم و بعد میخوایم مپ بکنیم به یه سکونس، این مسئله رو ادعا کردیم با استفاده از نتورک فلو میتونیم حلش کنیم. من میخوام الان اون مپینگ یه حلقه مفقوده بین این دوتا مسئله رو اینجا مطرح کنم. این شکلی که شما میبینید دقیقاً برای همون صورت مسئله‌ای که آقای دکتر جلسه پیش اشاره کردن. یعنی ما یه سری بیت رید ها پی رید ها انجام دادیم که جفت رید انجام شده، روی اگزون ها رید انجام دادیم و اینها خانش هایی هستش که ما داریم. خب حالا قرار این خانش ها رو طوری مپ بکنیم به سکونسمون، سکونس اگزون هامون، که بیشترین فلو رو روی هر اگزون داشته باشیم. به بیان دیگه بیشترین خانش یا بیشترین مچینگ اتفاق بیفته. اینو من چجوری بیارم تو نتورک فلو حل کنم؟ هر اگزون رو، چون گفتیم اینترون ها رو که در واقع ما اصلا کاری نداریم، هر اگزون رو با یه دونه نود نمایش میدم تو گرافم. پس من الان اگزون A, B, C, D الی آخر دارم و به ازای هر ریدی که بین این دوتا اگزون اتفاق افتاده، یعنی اینا ابتدا و انتهاش، این دوتا اگزون ابتدا و انتهای اون رید هستن، یه دونه یال میذارم. خب پس من در واقع میخوام یه فلوی پیدا کنم که از اگزون اول شروع بشه به اگزون آخر برسه و حالا مکسیموم فلو پرابلم رو که بعداً حل خواهیم کرد به این گونه هست که بایستی بیشترین جریان رو بین اگزون ابتدا و انتها برقرار کنیم. بیشترین جریان چی؟ یعنی چی؟ یعنی تو مسیر حرکت بیشترین خانش ها رو کاور بکنه. یعنی بهترین مپی هست که ما میتونیم داشته باشیم. بیشترین خانش ها یعنی این که توی هر کدوم از این حرکت ها بیشترین
پیر ریز قرار گرفته باشه. خب حالا یه تعداد از خوانش ها هستن که توی این فلو قرار نمیگیرن، تو این جریانی که من ترسیم کردم و در نهایت به عنوان جواب دارم میدم، یه سری از خوانش ها قرار نمیگیرن. این یعنی چی؟ یعنی اون خوانش ها مپ نشدند. اشکال نداره، ما قرار مکسیموم رو مپ بکنیم. این مسئله است که ما حالا راه حلش رو هنوز نگفتیم، راه حلش رو در ادامه میگیم. فقط تا اینجا اومدیم توضیح دادیم که چجوری از یه دونه پیرید، یه تعدادی خوانش زوج میتونیم یه فلو گراف نتورک فلو در بیاریم. سوال تا اینجا؟ ظرفیت بر اساس تعداد ریدهای دوتایی است که یه اگزون رو شامل میشه. خب یعنی یه اگزون ممکنه تو 10 تا ریت باشه، یه اگزون ممکنه تو یه دونه باشه، یه اگزون ممکنه اصلا نباشه. وقتی اون اگزون نیست یعنی این ریده اصلا ظرفیت صفره. بله دیگه، ما یه مپینگ یعنی چی؟ یعنی که شما قرار همه این ریدا رو کنار هم بچینید. خب شما وقتی یه دستگاه سکونسر دارید، حالا با مقدمه بر بیو انفورماتیک احتمالاً پاس کردید، نکردن باید پاس کنید، یه سری ریدهایی ما خواهیم داشت، یا به صورت زوج رید داریم یا تک رید داریم. این ریدها خروجی سکونسر ما هستن. در نهایت باید ریدها کنار هم چیده بشن، مپینگ اتفاق بیفته، یه سکونس ازش بیرون بیاد. پس من باید یه فلو یا یه چینشی از ریدها داشته باشم که بعضن اوورلپ دارن با هم دیگه، بعضن رو هم میافتن، بعضن فاصله دارن، حالتهای مختلف. نه ما هیچ بله خب تا اینجا ما یک گراف یاد گرفتیم که اسمشو گذاشتیم نتورک فلو. یه گراف دیگه من میخوام معرفی کنم که از روی نتورک فلو در میاد. این گراف به ما کمک میکنه مسئله نتورک فلو پرابلم رو حل بکنیم. خب این گراف که از روی گراف ابتدایی ساخته میشه، چه جوری ساخته میشه؟ اسم گراف اول چی هست؟ رزیدوال نتورک. رزیدوال نتورک در واقع نتورکی است که یک فلو جریان، حالا من میتونم روی شکل بعد این رو توضیح بدم، اگزمپل رو اینجا، همون فرمول رو اینجا توضیح میدم. شما یه فلو نتورک دارید که توی این فلو نتورک یه سری ظرفیت هست که اینا ما جلسه پیش توضیح دادیم اینا یعنی چی. یعنی یه ظرفیت روی این یال به اندازه 13 هست، یه جریان به اندازه 8 داره از این یال عبور میکنه. رزیدوال نتورک از روی فلو نتورک درست میشه به این طریق که میگه خب این یال از ظرفیت 13 8 تاشو استفاده کرده، چقدر باقی میمونه؟ 5 تا. 5 تا در کدوم جهت؟ 5 تا در این جهت و 8 تا در این جهت. این 8 تا در این جهت از کجا اومده؟ ما یه ویژگی جلسه پیش گفتیم، ویژگی سیمتری. خب یعنی گفتیم اگر یک ظرفیت 13 در این جهت داریم، یعنی ظرفیت منهای 13 در این جهت داریم. خب پس من رزیدوال نتورک رو اینجوری میسازم طبق فرمول قبل که نوشته بود کپاسیتی هر یال منهای فلو اون یال. کپاسیتی منهای فلو. در این جهت کپاسیتی 13 منهای فلو که میشه 8 میشه 5. خب در این جهت کپاسیتی چیه؟ صفره. نه کپاسیتی در این جهت صفره. باز ما یه رول اول جلسه پیش گفتیم هر یالی که نشون ندادیم ظرفیتش صفره. خب
من کپاسیتی در این جهت 0 دارم. وقتی یه فلو در این جهت 8 دارم، یعنی یه فلو در این جهت چقدر دارم؟ منهای 8. 0 منهای 8 چی میشه؟ 8. یه بار من این رو رو تخته بکشم یک بار دیگه. الان این دوتا نودی است که تو اونجا مشخص شده، 8 13. خب این کپاسیتی یوویه، این فلو یوویه. رابطه اسلاید صفحه قبل میگه رزیدوال نتورک برای هر یال یو و بی به این گونه ساخته میشه: کپاسیتی منهای فلو. کپاسیتی منهای فلو. خب ما به صورت ضمنی وقتی این یال رو نکشیدیم، یعنی این یال ظرفیتش 0. درسته؟ و باز جلسه پیش داشتیم که وقتی F U و V 8 در نتیجه F V و U منهای 8. تا اینجا هر جا سوال دارید حتما بپرسید. این به اسم رابطه اسکیوسیمتری ما معرفی کردیم. در نتیجه طبق این معادله ما وقتی میخوایم رزیدوال نتورک رو بسازیم، روی این یال میگیم 13 منهای 8، روی این یال میگیم 0 منهای 8 که میشه 8. خب پس این گراف به این صورت به دست میاد. الان فلویی که در نظر گرفته شده این فلوست، اینجا این فلو نمایش داده شده. برای این فلو ما رزیدوال نتورک در میاریم. دقت کنید، شما یه نتورک فلو دارید، نتورک فلو برای فلو خاص کشیده شده یا یه تعداد فلو خاص کشیده شده. یعنی شما یه نتورک دارید، الان اینجا 2 تا فلو از سورس دارن خارج میشن، 2 تا جریان دارن از سورس خارج میشن، یکی به اندازه 11، یکی به اندازه 8. من برای فلوهایی که تو این شکل نمایش داده شده نتورک فلو میکشم. شما ممکنه برای همین ظرفیت ها 2 تا فلو دیگه بکشید، مثلا اینجا 1، اینجا 3. خب شما 2 تا بزرگراه از سورستون داره خارج میشه. ممکنه یه جریان ترافیکی 8 مثلا یه بار داشته باشین، یه ساعتی از روز جریان ترافیکی 1 داشته باشین. کپاسیتی با زمان تغییر نمیکنه، تحت شرایط نیست، ولی فلو شما کاملا بسته به شرایطه. خب پس من برای فلو یا فلوهای خاصی رزیدوال نتورک میکشم. اگر فلو عوض بشه رزیدوال نتورک هم عوض میشه. پس به من هم کپاسیتی هم فلو رو میدن، من رزیدوال نتورک میکشم. سوال تا اینجا؟ خب یه چند تا یال دیگر هم من اینجا توضیح دادم به عنوان نمونه. الان پس متوجه شدیم در این جهت 5، در این جهت 8. روی این یال که یال بعدی فلوی هست که رسم شده، یک یال داریم در این جهت که ظرفیتش 9، جریان 4 داره عبور پیدا میکنه. پس در این جهت من 9 منهای 4 5 رو دارم، در خلاف جهت 0 منهای 4 یعنی 4 رو دارم. برای همه یال هایی که جریان ازشون عبور پیدا میکنه میتونم بنویسم. مثلا برای این هم به همین صورت 11 در این جهت، 5 در این جهت. این یال رو دقت کنید، اینی که از همه ظرفیتش استفاده کرده، چه اتفاقی براش افتاده؟ 12 منهای 12 شده 0. یعنی دیگه در این جهت من هیچ کپاسیتی ندارم، ولی در خلاف جهت 12 رو دارم. این اینجا باقی میمونه. اینو دقیقاً به همین روش همه این رزیدوال نتورک رو میتونید رسم بکنید. سوال باز؟ خب یه اصطلاح دیگه اینجا، یکم اصطلاح ها رو میگیم بعد الگوریتم حل مسئله‌مون رو میگیم. یه مسیر به عنوان argumenting path
تعریف میشه. آگمنت کردن یعنی اضافه کردن، مسیری که امکان افزودن داره، قابلیت افزایش داره. حالا میگیم افزایش چی؟ آگمنتینگ پس یه مسیر نمونه است که از S یعنی سورس به T یعنی سینک توی رزیدوال نتورک تعریف میشه. یه مسیر توی رزیدوال نتورک، همین، خیلی ساده. خب این آگمنتینگ پس، مثلا حالا باز من اینجا مثالش رو این زیر دارم، یک مسیری است که یه ظرفیتی داره، مثلا اینجا 2 3 1. خب آگمنتینگ پس چون داخل رزیدوال نتورک تعریف میشه، یعنی انگار ما داریم میگیم این مسیریه که هنوز ظرفیت خالی داریم براش، چون رزیدوال نتورک داره ظرفیت‌های خالی رو نشون میده، درسته؟ فلو کم شده داره ظرفیت خالی رو نشون میده. پس آگمنتینگ پس یعنی مسیری که من هنوز میتونم ظرفیت به فلو قبلی اضافه کنم، یعنی مسیری که باقی مونده، قابلیت تعریف یه جریان برای اضافه شدن به جریان‌های قبلی رو داره. ظرفیت آگمنتینگ پس چجوری تعیین میشه؟ اگر این یه مسیر باشه، آگمنتینگ پس باشه، ظرفیتش رو کی تعیین میکنه؟ لینک با کمترین ظرفیت. خب یا فلو شدینگ، مثلا این مسیری که من مشخص کردم، این لینکش ظرفیتش 2، این 0، این 1. پس فلویی که از این میتونه عبور کنه 1، چون بیشتر از 1 این مسیر نمیتونه عبور بده، چون باتلنکش این یا لیست اینجا قرار گرفته. پس ما روی رزیدوال نتورک میتونیم آگمنتینگ پس یا پس هایی تعریف کنیم، یعنی یه تعدادی پس، و برای اون میتونیم رزیدوال کپاسیتی بگیم. رزیدوال کپاسیتی مینیموم ظرفیت هاست. حالا این اصطلاحات رو استفاده میکنیم، اینکه چرا اینا رو داریم تعریف میکنیم تو الگوریتم مشخص میشه. یه مثال داشته باشیم. این نتورکی است که همین یه دقیقه قبل ما تعریف کردیم با فلوهاش. این رزیدوال نتورکی است که باز به دستش آوردیم یه دقیقه قبل. حالا من روی این میخوام یه مسیر مشخص کنم. الان همین مسیری که هایلایت شده ای آگمنتینگ پسه، یه مسیری است که روی رزیدوال نتورک وجود داره. رزیدوال کپاسیتیش یا ظرفیت این مسیر چیه؟ 4. یعنی من هنوز میتونم یه فلو به اندازه 4 بازم اضافه کنم به نتورکم. خب 4 زیر رفته. خب حالا اینا اصطلاحاتی بودن که تا اینجا یاد گرفتیم. الان میخوام چی کار کنم؟ الان میخوام یه مسئله تعریف کنم، ماکسیموم نتورک فلو پرابلم، که این ماکسیموم نتورک فلو با استفاده از آگمنتینگ پد، رزیدوال نتورک و همه مفاهیمی که تعریف کردیم قرار حل بشه. اول ببینیم این فلو هایی که داریم مثلا اون صورتش چیه. شما الان اینجا یه نتورک میبینید که یه جریان هایی از سورس شروع شده به سینک رسیده. توی این مثال خاص مجموع جریان هایی که از سورس خارج شده چنده؟ 12. و طبیعتاً طبق بحثی که جلسه پیش کردیم، حالا اسمش خودمون گذاشتیم، قانون بقای جریان، اسمش این نیست. مجموع جریان هایی که به سینک هم وارد میشه همون 12. این یعنی اینکه با این کانفیگوریشنی که ما اینجا داریم، شبکه ما جریانی به اندازه 12 رو داره از خودش عبور میده. خیلی ساده. خب این زیگماه، پس زیگمایی است که روی سورس داره تعریف میشه و قبلا هم گفتیم برابر است با زیگمایی که به سینک وارد میشه. حالا ماکسیموم نتورک فلو پرابلم که حالا اینجا یه مثال واقعیش رو آوردیم، توی جنگ جهانی ازش مسئله بود که تعریف شد و حل شد، اینه که اگر شما یه نتورک داشته باشید که ظرفیت یالهاش هم مشخص باشه، ماکسیموم فلوی که بین سورس و سینک اون نتورک میتونه برقرار باشه چقدره؟ یعنی من اینجا اینو 12 نشون دادم، آیا بیشتر از 12 هم میتونم فلو داشته باشم؟
یا این بهترین حالتی است که وجود داره؟ این سوال وقتی گراف بزرگ بشه، حالا خواهیم دید در حالت کلی در زمان پولینومیال هم حل نمیشه، چون خیلی حالت‌ها زیاد میشن. حالا مثلا یه اپلیکیشنی که توی جنگ جهانی مطرح شده بود و مثلا آمریکا میخواست این رو در نظر بگیره، این بود که میگفت دو تا مبدأ و مقصد ریلی برای شوروی در اون زمان وجود داشت و که میخواست در واقع شوروی نیروهاش رو از اونجا به اروپا منتقل بکنه، از داخل خاکش به اروپا منتقل بکنه. یه نتورک ریلی وجود داشت در اون زمان بین مبدأ و مقصد. برای آمریکا این سوال اول ایجاد شد، دو تا سوال در واقع ایجاد شد که اولا حد اکثر ظرفیت اینها برای انتقال نیرو چقدره از مبدأ به ایستگاه در واقع هوایی بود توی شرق اروپا چقدره. یه سوال دومی هم مطرح شد که حالا اون میشه مسئله دومی که ما حل خواهیم کرد، این که من حداقل کدوم ریلا را قطع بکنم که کل این مسیر قطع بشه. این مسئله دومی. ما سه تا مسئله یادتون باشه اول جلسه پیش مطرح کردیم: مکس نتورک فلو پرابلم، مین کات پرابلم، مین کاست پرابلم. این میشه مین کات پرابلم، یعنی ما حداقل یالایی که باید کات بکنم مسیر دو قسمت قطع بشه کجاست. خب از این مدل اپلیکیشن ها زیاد وجود داره. من فقط خواستم اینو بگم که یه حسی نسبت به صورت مسئله داشته باشین. سوال واسه اینجا هر جا سوال داشتید بچه‌ها بپرسید، منتظر این نباشید که من بگم سوال. دو تا دفینیشن من از ماکسیمم سوال داشتیم. دو تا دفینیشن ماکسیمم نتورک فلو پرابلم ارائه میکنم، یکی تعریف غیر رسمیش، تعریف رسمیش، و بعد میریم سراغ حل مسئله‌مون. این فرمال دفینیشنش اینه که خیلی عامیانه بگیم حد اکثر جریانی که میتونه بین مبدأ و مقصد وجود داشته باشه توی نتورک چقدره. یا حالا من در حد اکثر ریتی که اگر مثلا فرض کنید مبدأ و مقصدم یه شبکه انتقال آب باشه، گاز باشه یا هر چیزی، حد اکثر نرخی که میتونم جریان آب رو برقرار کنم تو این شبکه که منتقل بشه به مقصد چقدر هست. این فرمالشه. فرمال دفینیشن مکس فلو این هست که برای یه weighted directed graph، در واقع گراف جهتدار وزنداری که ما به عنوان G معرفی میکنیم، مکسیموم ولیو یا حد اکثر فلویی که میتونیم رو کل گراف تعریف کنیم. یعنی کل گراف یعنی چی؟ یعنی از همه لینک هایی که از سورس دارن خارج میشن و همه لینک هایی که وارد میشن، مکسیموم مجموع اینا یا حالا مکسیموم فلو ما چقدره. این صورت مسئله ماست و باز حالا یه گراف نمونه در نظر بگیرید A و B. حالا من این مثالای مختلف دارم میگم که صورت مسئله قشنگ جا بیفته. A و B سینک سورس و سینک ما هستن. حتی برای یه گراف ساده‌ای مثل این خیلی ما راحت نمیتونیم بگیم مجموعه فلوهایی که داریم چیه، چون فلو رو پس‌های مختلف تعریف میشه و مسیرهای مختلف تعدادشون خیلی زیاد هست. خب روش حل چیه؟ روش نسبتاً ساده ولی حالا خواهیم دید زمان اجراش زیاده. یه روش خیلی ساده اینه که شما از یه سری مسیر شروع کنید، یعنی یه فلوی در نظر بگیرید، یه آرگومنت برای اون فلو رزیدوال نتورک در بیارید، یه مسیر یا مسیرهایی رو توی شبکتون نتورکتون در نظر بگیرید و ظرفیتشون اضافه کنید. تا این کار رو بعد تکرار کنید که دیگه نتونید ظرفیت مسیرها رو اضافه کنید. اینا یه سری الگوریتمایی هستن که آیتریتیون ولی خواهیم دید که اوردرشون بالاست. حالا این به صورت فرمال تعریفش چیه؟ یه متدی وجود داره به اسم فورد-فالکرسن متد که این الگوریتمی است که ما رو به جواب بهینه میرسونه توی مسئله ماکسیموم فلو، مبتنی بر همین ایده ساده است. یعنی شما یه سری مسیر رو در نظر میگیرید و ظرفیت اونها رو زیاد میکنید در بدیهی ترین شکل یه دونه تا جایی که دیگه نتونید ظرفیتشون رو اضافه کنید.
این همین چیزایی که من شفاهی گفتم اینجا وجود داره. یه سری پس unsaturated، یعنی پسایی که هنوز اشباع نشدن از ظرفیتشون، اونها رو در نظر میگیریم بین سورس و سی، مقدار اضافه میکنیم. در بدیهی ترین حالت اینه که یه دونه فلو رو اضافه میکنیم و این کار اینقدر تکرار میکنیم که دیگه نتونیم نه مسیری اضافه کنیم نه عددی به فلو تو اون مسیر اضافه کنیم. مجموع فلوها میشه مسئله حلمون. ولی مشکل قضیه کجاست؟ میتونید حدس بزنید. یکی اینه که تعداد این پس هایی که میتونیم در نظر بگیریم خیلی زیادن، کل پس های ممکن که ما تازه بعد اضافه کردن این فلو هم اگر واقعا هیچ الگوریتمی وجود نداشته براش، اگر ظرفیت خیلی زیاد باشه، با چه استپی ما اینو اضافه کنیم، چند تا ایتریشن باید بریم تا برسیم به ماکسیمم کپاسیتی. الگوریتمی است که اون وایله تا زمانی که این مسیر وجود داره هی آگمنت کن، اضافه کن، تا زمانی که آگمنتینگ پس وجود داره فلو اف رو در طول پی هی اضافه کن تا زمانی که دیگه نتونی اضافه کنی. خب ما برای این کار باید یکم به سمت پیاده سازی واقعی ترش پیش بریم. چجوری باید از چی شروع کنیم، از کجا شروع کنیم؟ بدیهی ترین حالت اینه که فلو رو اول کار صفر بگیریم در همه جهت ها، یعنی تو نتورک فلومون در همه جهت ها یو وی وی یو همه فلوها صفر در نظر گرفته بشن. پس ما یه آرایه هایی از زیرو ولیو داریم که ظرفیت که فلو یو وی های ما هستن. وقتی که داریم فلو رو در یک جهت اضافه می طبق بحثی که تو ریزیجوال نتورک اینجا داشتیم، من وقتی دارم مثلا این ظرفیت 13 اول کار همه فلوها صفرن، صفر. اینو ظرفیت 13 اینجا وجود داره، پس من میتونم اضافه کنم. اینو که یک اضافه کردم در این جهت ظرفیت چی میشه؟ 1 میشه. پس این در واقع تغییر باید تو هر دوتا سمت بیفته. یه مسئله‌ای که وجود داره، یه سوالی که من از شما دارم، آیا این الگوریتم تضمین میکنه که به جواب بهینه برسه؟ آره. خب چرا شما از اولش ادعا کردیم همه مسیرها رو؟ کی به جواب بهینه میرسه؟ مشکل ما همین کیه. این که کی به جواب بهینه میرسه تابع چیه؟ تابع اینه که اون فلوی ابتدایی که ما برای مسیر میذاریم، خب یکی ممکنه بگه چرا از صفر شروع میکنی؟ خب باید یه چیز بهتر شروع کن. این چیز بهتره پیدا کردنش اصلا بدیهی نیست. خب که این خودش میشه ورژن بعدی این الگوریتم که خواهم گفت. فعلا ما همینجا روی الگوریتم بیسیکش رو داریم صحبت میکنیم. الگوریتم بهترش اینه که من از صفر شروع نکنم، از یه عددی یه مینیمومی شروع کنم که مطمئن بشم این فلو با اون مینیموم قابل برقرار کردنه و بعد اون رو شروع کنم به اضافه کردن. الگوریتم رو که اون چیزی که ما میتونیم حالا یکم به پیاده سازی کامپیوترش نزدیک‌تره اینجا گفته شده طبق همین توضیحی که من دادم. برای هر یال یو وی که به مجموعه یال‌ها متعلق هست، من ظرفیت فلو یو وی رو صفر، فلو وی یو رو هم صفر میگم. یعنی ابتداً هیچ جریانی توی نتورک من وجود نداره. یه وایل اینجا میخوره که مشکل ما همین وایله. while there is a path from S to T، این path from S to T تعدادش خیلی زیاده. یعنی مادامی که مسیر شما بین سورس و سینک دارید که این مسیرها تعدادشون خیلی زیاد هست، باید این کار رو انجام بدید. این کار چیه؟ به ازای هر مسیر P، خب کپاسیتی F، این همون رزیجوال کپاسیتی است که ما چند تا اسلاید قبل‌تر تعریف کردیم. کپاسیتی F میشه مینیموم کپاسیتی یو وی هایی که روی پی وجود دارن. یه برگردم این اسلاید قبل‌تر. این ما اینجا گفتیم یه فلو دارم روی ویژوال نتورک
کپاسیتی FP یعنی رزیجوال کپاسیتی، یعنی اون ظرفیت باقی مانده که ابتداً طبیعتاً همه ظرفیت ها باقی مونده، آروم آروم اینا کم میشن، میشه مینیموم این ظرفیت ها که گفتیم اینجا 4 هست. خب پس من برای هر آگمنتینگ پس، این آگمنتینگ پسه، برای هر آگمنتینگ پس مینیموم ظرفیت یالهاش رو میگیرم رزیجوال کپاسیتی برای اون مسیر. خب این 4 رو که پیدا کردم، فلو جریان اون مسیر رو در جهت یو وی به اندازه کپاسیتی زیاد میکنم و منفی این یو وی رو اختصاص میدم به وی و یو. این اول دقت کنید اضافه میشه بعد منفیش تخصیص پیدا میکنه به وی و یو. حالا مثالش رو من روی شکل میارم. این ایدهش خیلی ساده است. شما یه مسیر پیدا میکنید، ظرفیت اون مسیر رو شروع میکنید به اضافه کردن تا جایی که دیگه نتونید اضافه کنید، اون مسیر کامل میشه. مسیر بعدی فلوش رو شروع میکنید اضافه کردن اینو باید برای همه یه مسیر رو انجام بدید. وقتی این وایل تموم بشه یعنی شما برای همه یه مسیرهایی که ممکن بود توی نتورکتون ظرفیت رو تا جایی که ممکن بوده بالا بردید. خب میشه مکس فلو دیگه بیشتر از اینه که من نمیتونم فلو داشته باشم توی شبکه. خب حالا یه مثال روی همون نتورک با هم بریم. این همون نتورک ابتدایی بود که با هم دیدیم. روی همین نت، چون اول کار فلوها صفره، دقت کنید اول کار هیچ فلوی نداریم، پس همه جریان ها صفره. پس من روی همین نتورک بدون هیچ جریانی یه مسیر انتخاب میکنم. کاملا این مسیر انتخاب شد. حالا چرا این هیچ دلیل نداره، همه مسیرها باید انتخاب بشن. پس من یه مسیر انتخاب میکنم، برای همه مسیرهای دیگه هم عین این مراحل باید طی بشه. پس این میشه آگمنتینگ پس. مینیمم میگیرم بین ظرفیت همه یالهایی که وجود داره که چنده؟ 4. پس یه فلو به اندازه 4 روی این مسیر باید ایجاد کنم. یک فلو به اندازه 4 که میشه این 4 4 4 4 4. خب این شد فلو نتورک. این اصطلاحات باید کلیر بشه برام. ما یه نتورک داریم هنوز فلوی نداره. وقتی که یه فلو وارد نتورک بشه اسمش میشه چی؟ فلو نتورک. حالا من روی این میتونم رزیجوال نتورک تعریف بکنم که رزیجوال فلو رو گفتیم در واقع 4 میشه طبق بحث قبلی. حالا یه بار دیگه از این نتورک شروع میکنیم، از نتورکی که یه فلو 4 درش وجود داره و ما فعلا 4 داریم. حالا قرار این 4 رو هی اضافه کنیم. روی این فلو نتورک طبق چیزی که اینجا داشتیم روی رزیجوال نتورک تعریف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی من یه فلو 4 دارم، این نتورکم اگر این فلو رو عبور بده دیگه چقدر ظرفیت داره، میشه رزیجوال نتورک، میشه یه نتورک جدید. خب که داخل این نتورک جدید دیگه من فلوی ندارم، فقط یه جای استور کردم که فلوی 4 رو اعمال کردم رسیدم به این میشه رزیجوال نتورک. حالا رو این دوباره آگمنتینگ پس پیدا میکنم که این یه پس دیگه است. قبلا اینوری رفته بودیم الان اینوری حرکت میکنیم. خب روی پس جدیدی که پیدا کردم الان مینیمم ظرفیت چنده؟ 7. خب پس این میشه یه آگمنتینگ پس که میتونه رو خودش یه فلوی 7 ایجاد کنه. حالا فلوی 7 رو من مشخص میکنم روی این مسیر که 7 از 7 7 از 20. این 7 روی این اعمال میشه 11. این 14 ظرفیت نتورک اولیه‌مون بوده. 7 به علاوه 4 میشه 11 از 14. خب باز اینجا 7 ظرفیت ابتداییمون اینجا 10 بوده، در این جهت 4 داشتیم، در این جهت 10 میشه 7 از 10. 7 بوده ظرفیتی که از اینجا عبور پیدا میکنه، 4 قبلا بوده میشه 11 از 16. پس من یه فلو دارم به اندازه 11. 4 قبلا پیدا کرده بودم،
7 الان پیدا کردم میشه 11. این میشه فلو نتورک جدیدم با یه فلو 11. از روی این فلو نتورک جدید که فلو 11 رو داره باز میام رزیجوال نتورک درست میکنم. از روی فلو نتورک جدید که فلو 11 رزیجوال نتورک درست میکنم. باز این تو پس پیدا میکنم. پسی که میتونم پیدا کنم اینه. مینیمومش چنده؟ 8. خب این مینیموم 8 رو که پیدا کردم دوباره فلو نتورکم رو آپدیت میکنم. 8 از 13 توی این مسیر 1 از 4 اینجا دیگه 12 کامل استفاده میشه. 4 قبلا استفاده شده بود، 8 الان استفاده شده، 12 کامل استفاده میشه. اینجا روی این یالی که داشتم 15 از 20 7 قبلا استفاده شده بود، 8 الان استفاده میشه 15. اینا رو ما قرار نیست یادمون باشه، تو کامپیوتر ذخیره کردیم. الان من چون باید تو حافظم ذخیره کنم باید حساب کنم، اون خودی ذخیره کرده خود به خود اینا رو جمع میزنه. پس اتفاقی که افتاده اینه که بعد از پیدا کردن 3 تا فلو با مقادیر 4 8 11 7 رسیدیم به این نتورک. که فلوش در واقع میشه 19. خب آیا من بازم میتونم اینجا مسیر پیدا کنم؟ یعنی یه فلو نتورکه که رزیجوال فلوی که تا به حال پیدا کردیم 19 4 7 8. آیا بازم میتونم پیدا کنم اینجا؟ یعنی باید یه مسیری پیدا کنم که یه ظرفیت داشته باشه. دیگه نظر دیگه همه ارتباط‌های مدروسمون به دیگه نظر دیگه. من میخوام ببینید که اصلا بدیهی نیست، یعنی واقعا زمان میبره. شما خودتون تو ذهنتون برای این ساختاری که خیلی تعداد نوداش هم کمه مجبورید همه حالتهای مختلف منتهی به یه نود رو بررسی بکنید، همه مسیرهای مختلف رو بررسی بکنید و این نشون میده که اردر الگوریتم خیلی زیاد هست. خب کسی تونست مسیری پیدا بکنه؟ نه. این چی؟ اینو چرا پیدا نکردی؟ الان شما اینجا یه مسیر دارید در این جهت. چرا این مسیر رو دارید؟ چون وقتی که 4 در این جهت وجود داره یعنی 5 در اون ور وجود داره. پس من این مسیر رو دارم که ظرفیتش چنده؟ 4. خب پس این مسیر با آگیومنتینگ پس فلو 4 تازه ظرفیت منو پر میکنه، در نتیجه فلو من در اینجا میشه 12. خب و حالا رزیجوال فلو میشه 23 و الان دیگه نداریم. درست شد؟ یه بار دیگه تا اینجا که مشخص بود. چرا شما پیدا نکردید اون مسیری که باید پیدا میکردید؟ من این همه صبر کردم. دلیلش این بود که شما اون نکته‌ای که ما اینجا گفتیم رو دقت نکردید. یالی که اینجا ظرفیت 4 از 9 اینوری داره، یعنی در این جهت ظرفیت 4 داره،
این ور ظرفیت خالی داره. یعنی شما وقتی میخوای اینو تبدیل کنید به رزیدوال گراف، یه 4 اینوری دارید، یه 5 اینوری. چرا؟ برای اینکه در این جهت از 9 4 تاشو استفاده کردید، 5 خالی مونده. در اون جهت 0 منهای 4 هنوز دارید. خب پس این 4 رو من اینوری دارم، این فلو 4 رو اینوری دارم، پس میتونم از این استفاده کنم. پس یه رزیدوال نتورک به این شکل وجود، توی رزیدوال نتورک یه آگمنتینگ پس به این صورت دارم که مینیمم کپاسیتیش 4 که میتونم به مجموع فلو قبلی که 19 اضافه کنم بشه 23. الان چطور؟ الان دیگه ندارم. الان دیگه هیچ مسیری وجود نداره که بتونیم ظرفیت رو اضافه بکنیم و در نتیجه مکسیموم فلویی که پیدا میکنم میشه 23. باز برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که وجود نداره، بهتره برای اینکه این اشتباه رو نکنیم یه بار دیگه رزیدوال نتورک اینو بکشید. یعنی همیشه شما رزیدوال نتورک رو بکشید روی رزیدوال نتورک، ببینید میتونید آگمنتینگ پس پیدا کنید یا نه. چرا میگم رزیدوال نتورک رو بکشید؟ چون الگوریتم اساساً تعریفش اینه تا زمانی که آگمنتینگ پس وجود داره. آگمنتینگ پس کجا تعریف میشه؟ روی رزیدوال نتورک. پس حتما رزیدوال نتورک رو بکشید روی اون، نگاه کنید مسیر وجود داره یا نه. من از روی فلو نتورکی که اینجا هست رزیدوال نتورک رو میکشم، اینجا مسیر دارم یا ندارم؟ هیچ مسیری وجود نداره. توی چی؟ برای اینکه اون وایل وجود داره تا زمانی که همه مسیرهای ممکن رو من دارم بررسی میکنم. همه مسیرها. یعنی شما هر بار رزیدوال نتورک رو دارید، همه حالتها رو باید، همه مسیرهای ممکن رو باید بررسی بکنید. تو همشون ببینید میتونید فلو تعریف بکنید یا نه. بله. خب اگر چون الان این مثال نقد بزنم، اگر تو ماکسیموم محلی افتاده باشیم، یعنی ماکسیموم واقعی پیدا نکرده باشیم، یعنی یه فلوی وجود داره که ما هنوز اون رو پیدا نکردیم. فلویی که ما هنوز اون رو پیدا نکردیم روی مسیری بوده. خب پس شما وایل همه رو بررسی نکردید دیگه. یعنی من برای همین اول کار گفتم، اصلا گفتم باتلنک ما همین وایل همه آرگومنتینگ پساست، چون باید تضمین بدیم و تضمینم که نیست. در بدیهی ترین حالت همه حالتهای ممکنه مسیرها رو باید به آرایش رو استور کنه، if then else بزنه ببینه میتونه اضافه کنه ظرفیتشونه یا نه. خب روی رزیدوال نتورکی که اینجا به دست اومده، من دیگه هیچ مسیری بین سورس و سینک ندارم. چرا ندارم؟ این یه مقدار تا حدی بدیهی یکم نگاه کنیم. هیچ کدومم، چون اساساً این دوتا هیچ کدوم منو به، یعنی از سورس به سینک یا باید از اینجا بیام یا باید از اینجا بیام. از اینجا که نمیتونم بیام به سینک، مسیر بسته است، باید از اینجا بیام به سینک ولی به این نمیتونم بیام. تو مسیر باید رو جهت دار باشه دیگه. الان هیچ ورودی از اینا به ویسه وجود نداره. ویسه هم تنها مسیر رسیدن به سینکه. اینم که اصلا نمیتونه منو به سینک برسونه، پس تنش هیچ مسیری کلا اینجا وجود نداره. این مسیرهای اولیه مختلف هم باید امتحان بکنیم یا نه؟ چون که کدوم مسیر اولیه رو انتخاب کنیم؟ تأثیر این جمله رو من اینجا آورده بودم، حالا شما گفتی دوباره من تاکید کنم. ای بابا. این که شما کدوم مسیر رو اول انتخاب میکنید تو نتیجه نهایی تاثیر نداره. مستقل از اینکه چه مسیری انتخاب میکنید، در نهایت شما به چیز میرسید، به جواب میرسید. ولی این که
چه مسیری رو انتخاب میکنی تو سرعت رسیدن به جواب تاثیر داره. خب یعنی اگر مسیرها درست انتخاب نشن، حالا مثالش رو میارم، یا ظرفیت ها درست انتخاب نشن، تعداد آیتریشن شما افزایش پیدا میکنه. خب حالا بیایم سراغ همون بحث تحلیل زمانی. پس این یه الگوریتم نیست که ما رو به ماکسیمم نتورک فلو میرسونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر یه نتورک فلو داشته باشید و اون رو از مپ هر چیزی به دست آورده باشید، خیلی مسائل توی جاهای مختلف، مثلا توی بحث ترانسپورتیشن که خیلی زیادن مسائلی که با استفاده از ماکسیمم نتورک فلو حل میشن. مثل خطوط هواپیمایی بسیار از این الگوریتم استفاده میتونن بکنن و میکنن. خطوط حمل و نقل ریلی، توی الگوریتم های بیولوژی، چون ما داریم یه سیکونس از اطلاعات و پشت سر هم میچینیم، باید یه جریانی متصل پیدا بکنیم بین ریز اول و ریز آخر، خیلی وجود داره. در اینجا برامون مهمه که الگوریتممون در یه زمان معقول به جواب برسه، نه در بی‌نهایت. باتلنکش همونطوری که اشاره کردم اینه، تعداد مسیرهایی که ما باید تحلیل بکنم. حالا اوردر الگوریتم جاهای مختلفش رو ببینیم. اولین فوری که داریم اوردرش تعداد یال هاست. مشخصه دیگه، چون من به تعداد یال هایی که وجود داره دارم یه اینیشیالیزیشن انجام میدم. پس این OAEه. حالا اوردر قسمت دوم رو با هم ببینیم. داخل وایل، یعنی به ازای هر مسیری که انتخاب میکنیم چه اوردری انجام میدیم. به ازای هر مسیر هم باز من دارم همه یالها رو یا یه سابستی از یالها رو آپدیت میکنم. پس اوردر داخل وایل هم میشه OAE. حالا مسئله اصلی این تکرار OAE هاست که مشکل اصلی ما رو ایجاد میکنه. نصف چرا رفت بیرون؟ اینجا یه چیزی داشت که پرانتز. F استار رو فرض بگیرید. F استار مکسیموم فلویی که شما در نهایت قرار بهش برسید. خب F استار مکسیموم فلویی که در نهایت جواب مسئله ماست. ما در بدترین حالت ممکن ظرفیت مسیرها، کپاسیتی، در واقع فلو هامون رو یه دونه اضافه میکنیم. در بدترین حالت اینه که شما به ازای هر پسی که پیدا میکنید که گفتیم OAE هست، اینجا پرانتزا اینجا بود، نمیدونم چرا پرید اومد پایین، به ازای هر کدوم از این داخل وایل ها شما در بدترین حالت و غیر هوشمندانه ترین حالت اینه که بیاین فلو رو یه دونه اضافه کنید. پس کل این وایل به اندازه اندازه E، یعنی تعداد یال ها در F max داره انجام میشه که F max حد اکثر ظرفیتی است که من باید بهش برسم. این F max اگر بزرگ باشه، حالا یه مثال ازش میاریم، حتی برای یک گراف خیلی کوچیک تعداد آیتریشن هامون خیلی زیاد میشه. مثالش رو خواهیم دید که بدیهی هم هست که این الگوریتم پولینومیال نیست. دلیل پولینومیال نبودنش هم اینه که F max که اساسا هیچ ربطی به گراف نداره، چون یه عدد روی یال ها به تعداد یال و نود و اینا ربطی نداره. تعداد یال ها هم ربطی یه آپر باند داره که در واقع تعداد گره ها به توان 2 این آپر باندشه و در نتیجه تعداد یال ها هم میتونه اوردرش خیلی زیاد باشه. پس حاصل ضرب این دوتا یه رابطه پولینومیال از تعداد گره ها یا یال ها نیست به خاطر اف مکسی که وجود داره. یه مشکلی که میتونه تازه اوضاع رو بدتر بکنه اینه که ما مثالایی که تا اینجا نوشتیم ظرفیت ها عددهای صحیح بودن. یعنی چون من میگفتم F رو یه دونه دارم اضافه میکنم. اگر ظرفیت اعشاری باشه چی کار باید بکنم؟ مثلا ظرفیت خطوط انتقال 2 دهم مثلا اینچ پر سکنده برای آب مثلا. من چه جوری عدد رو اضافه کنم؟
باز یه حقه میتونیم بزنیم. اگر اعدادمون کسری گویا باشن میتونیم مخرج مشترک بگیریم، همه رو تبدیل کنیم به یه عدد. ولی اگه اینطور نباشن چی؟ مثلا ظرفیت رادیکال 3، رادیکال 2، یعنی تعداد اعشاره اصلا نتونید تبدیل به یک کسر گویا بکنید، اون وقت این الگوریتم به جواب نمیرسه. چرا؟ چون اولا نمیتونید تبدیلش کنید به عدد صحیح، باید همونجوری اعشاری باهاش سرکله بزنید. بعد تعداد استپ هاتون هم قابل شمارش نیست، چون مثل اینه که بگی من با چند رقم اعشار میتونم رادیکال 2 رو بنویسم. پس یه حالت خیلی خاصی وجود دارن که این الگوریتم به جواب نمیرسه، ولی اون حالت خاص واقعا ما میذاریم کنار، چون مسائل رو ما اصلا این شکلی نمیبینیم، همیشه با همون اعداد صحیح مدل میشه. مخصوصا تو اپلیکیشن های بیولوژی که همیشه یا معمولا کپاسیتی نماینده تعداد یه اتفاقه، تعداد پیریت هایی که داره اتفاق میفته، تعداد مپینگ هایی که داره روی یه دونه تیکه از ژنوم اتفاق میفته، چون معمولا تعداد هست که دیگه این مشکل پیدا نمیشه. خب فعلا پس این بحث نرسیدن به جواب میذاریم کنار، برگردیم سر مشکل قبلیمون. ما اعدادمون صحیحن، از این نظر مشکلی نداریم، ولی یه گراف خیلی ساده اینطوری در نظر بگیرید که ظرفیت اینیال 1 میلیون، 1 میلیون، 1 میلیون، 1 میلیون، یه دونه یه کم این وسط هست. Fmax یعنی حد اکثر فلویی که میشه بهش رسید، حالا معلومه نیست بهش برسید، میشه بهش رسید 2 میلیونه مجموع این دوتا. و چشمی نگاه کنیم، نیاز به الگوریتم هم نداریم، چشمی نگاه کنیم میگیم 1 میلیون از این ور برو، 1 میلیون از این ور، تا الگوریتم هم ران نشه. این خیلی ساده جوابمون معلومه. ولی اگر این همین گراف رو بدین به این الگوریتم، فکر میکنین چند تا ایتریشن میزنه تا به همین جواب چشمی برسه؟ نه همین الگوریتمی که گفتیم، یعنی از صفر داره شروع میکنه، از صفر داره شروع میکنه. یعنی اول فلو، همه فلوها صفرن، یه دونه داره اضافه میکنه. چرا یه دونه؟ چون حالا همینجا مشخصه این نتورک اولش اینه، درسته؟ روی این نتورک آگمنتینگ پسی که پیدا میکنه میتونه کدوم باشه؟ چون نگفته بهش از کجا شروع کن، که میتونه خیلی بد انتخاب بکنه، این مسیر رو انتخاب بکنه به جای این مسیر. اگر خیلی بد انتخاب بکنه، این مسیر رو انتخاب بکنه، اون وقت ظرفیت چی میشه؟ 1 رو باید کم بکنه از این. 1 رو کم بکنه، رزیجوال نتورکی که میرسه بهش چیه؟ این. درسته؟ چرا؟ چون یه دونه 1 از این ور کم شده، 1 اضافه شده، 1 از این کم بشه، این ولی میشه 0، این 1 اینجا میشه. خب بعد دوباره میخواد روی این آگمنتینگ پس پیدا کنه، باز خیلی بد پیدا میکنه، اینو پیدا میکنه. خب و این بار 1 از این ور کم میکنه و این روند هی تکرار میشه، یعنی 1 میلیون بار اینجوری، 1 میلیون بار اینجوری، 2 میلیون تا از این اتفاق، یعنی اردر میلیون تا آیتریشن باید بزنه. چرا؟ چون ما اونجایی که گفتیم while there exists a path هیچ شرطی روی این مسیر نداشتیم و این مسیر میتونه خیلی بد انتخاب بشه، در حالی که کسی که اینجا نشسته میتونست پیش خودش بگه خب چه کاری، اصلا من اینو پس انتخاب نکنم، اینو انتخاب کنم. پس این الگوریتم میتونه خیلی جواب بسیار بدی رو بده، یعنی در زمان بعد در حال به جواب نهایی میرسه. برای این اصلاحی که من الان گفتم، یعنی یکم هوشمندانه تر الگوریتممون عمل کنه، واقعا از یه مسیرهای معقول تری شروع بکنه، یه ورژن اصلاح شدهش ارائه شد، ادموند کارک الگوریتم، که البته ورژن های بعدی هم وجود دارن. حالا ما یه نمونهش رو میگیم. فکر میکنید این الگوریتم چی کار کنه بهتره یا چی کار میکنه؟ یه کاری میکنه دیگه. فکر میکنین چی کار؟ از اون اطلاعاتی که از درس طراحی الگوریتم و اینا دارید بگید. نه یه بار دیگه من صورت مسئله رو بیارم. مشکل کجا بود؟ مشکل اینجا بود که الگوریتم ابتدایی ما هیچ شرطی رو مسیر نمیذاشت، در نتیجه هر مسیری رو ممکن بود انتخاب بکنه و این مسیر رو انتخاب کرد.
در حالی که چشم ما میگفت خب این مسیر رو انتخاب کن. یعنی احتمال خب نه آخه مسیری که مینیمومش بیشین است من چجوری پیدا باید بکنم؟ باز همه مسیرها رو باید میشه همون دیگه، اردر الگوریتم باز عوض نمیشه. خب خوبه، باز این پیشرفت خوبه. کوتاه‌ترین مسیر یه سری مدل سرچ داشتیم. دقت کنید من یه راهنمایی کنم بهتون. مسیرهای ممکنی که از سورس ما رو میرسونه به سینک، خب وقتی من میخوام همش رو لیست کنم انگار چی دارم درست میکنم؟ از یه سورس یه گام عقب‌تر. خود الگوریتم وقتی میخواد همه مسیرها رو بسازه، همه الگوریتم اساسی میخواد از سورس به سینک همه مسیرها رو پیدا کنه دیگه و گراف اینه. خب جستجویی که میکنه که همه مسیر یه درخت در واقع داره میسازه. چرا درخت؟ چون اینجا هست میگه من 2 تا حالت دارم. خب میام اینجا باز 2 تا حالت، مثلا حالا بسته به جهت گراف 2 تا حالت دارم. میام اینجا 2 تا حالت دارم. همشون باید یه جوری برسن به سینک. در واقع داره یه درخت میسازه که برگا همه سینکن. حالا بسته به این که طول یالا چقدره ممکنه 2 3 بیشتر هم وجود داشته باشه، من با این یعنی یه تعداد مسیر هستن که این مسیرها طولاشون هم با هم فرق میکنه بسته به این که از کدوم یال داریم میریم، ولی برگا همه سینکن، یعنی همه باید به سینک برسن. خب الگوریتم اولیه ما میگه همه این حالتها رو بررسی کن. این اتفاق بد چرا افتاد؟ این اتفاق بدی که من مجبور شدم 1 میلیون تا آیتریشن برم، DFS زدم. حالا من اینو البته اینجا کلمش رو آوردم ولی عمدن نگفتم که بعدا خودتون بگید. اینجا من کلمش رو من مجبور میشم همه اینا رو بک کنم. اینا DFS زدم، depth first رفتم. یعنی چی؟ یعنی اگر بخوایم خیلی کورکورانه عمل کنیم از هر کدوم از این نودا میریم تا برسیم سینک، باز بعدی میریم تا برسیم سینک، میریم تا برسیم سینک. یعنی انگار همه مسیرها رو داریم به صورت عمق اول پیش میریم. خب این سرچ ممکنه نتیجهش بشه همینی که الان اینجا دیدیم. آلترناتیوش چیه؟ چند تا آلترناتیو وجود داره همیشه برای این نوع سرچ ها. یکیش همینی که دوستتون گفتن shortest path، یعنی به جایی که سرچمون depth first باشه shortest path باشه، یعنی مسیرهای کوتاهی که من رو از سینک میرسونن به سورس، از سورس میرسونن به سینک استفاده کنم. خب دیگه چی؟ یه سرچ دیگه هم داشتیم، breadth first search، یعنی ما در سطح پیش بریم به جایی که در عمق پیش بریم. الگوریتمی که الان میخوایم در موردش صحبت کنیم، البته خیلی من وارد عمق این الگوریتم نمیشم چون واقعیت اینه که ایمپروومنت هایی که روی الگوریتم ماکسیموم نتورک فلو زده شده خیلی زیاده. حالا چند تا اشاره، چند تا پیپر رو اسمشو میارم، دوست داشتید برید مطالعه کنید. این الگوریتم به صورت خاص breadth first search انجام میده. breadth first search رو یادتون هست احتمالاً که در واقع در سطح میاد سرچ میکنه بعد تو عمق پیش میره، برخلاف depth first که اول تو عمق پیش میره بعد میره نود همسایه. این سرچ breadth first هست، در نتیجه انگار که میتونه اولین مسیری که توی روش breadth first پر میشه اونی که کوتاه‌ترین رو داره دیگه. وقتی شما دارین در سطح جلو میرید اولین مسیری که به سینک میرسونه شما رو اونی که کوتاه‌ترین مسیر رو داره و
اونیه که مکسیموم باتلنک کپاسیتی رو ایجاد میکنه. این دو تا شرط رو قرار میده، یعنی دنبال مسیری با مینیموم لنگث و مکسیموم باتلنک کپاسیتی، یعنی انگار اون کاری که ما خودمون شهودی انجام میدیم اونی که ظرفیتش بیشترین هست و کوتاه‌ترینه. این کاری که چشمی هم ما اونجا رو اون گراف انجام دادیم. مسیر با ظرفیت بیشتر یعنی باتلنکش مکسیمومه و طول کوتاه‌تری داره. این مسیرها رو پیدا میکنه با چه سرچی؟ با برست فرست سرچ که مجموعش کل شب درخت رو سرچ بکنه و اوردرش ایمپروو میشه توی این حالت. یعنی به جای او اندازه ای در اف ماکس میشه او اندازه بی در بفهمید. عرض کردم با این روش سرچ این باتلنک رو ما پیدا میکنیم. مکسیموم باتلنک کپاسیتی رو ما میخوایم پیدا کنیم دیگه، نه مینیموم باتلنک کپاسیتی. یعنی شما به کوتاه‌ترین مسیر رسیدید و اون کوتاه‌ترین مسیر مکسیموم رو داشته باشه، اون دیگه مکسیمومه دیگه. اون مسیر مکسیموم اون انتخاب میشه. دقت کنید ما آیتریشن رو حذف نمی‌کنیم ها، ما فقط داریم میگیم با چه ترتیبی آرگومنت پس‌ها رو انتخاب کنیم. شما اگر اولین انتخابتون کپاسیتیش بالا باشه آیتریشنتون پایین میاد، درسته؟ همچنان اونو باید حذف بکنیم، آیتریشن بعدی دوباره حذف بکنیم، آیتریشن بعدی. اوردرش هم VE2 هست چون تعداد در واقع به ازای هر نود، حالا این اوردرش رو میتونیم ثابت بکنیم که در واقع میشه تعداد گره ها در تعداد یال ها به توان 2. من بازم متوجه نشدم که چرا مورد اول خودش اتفاق میفته وقتی از BFS مورد اول نه اتفاق نمیافته. ما با BFS داریم اینا رو پیدا میکنیم. یعنی شما با این سرچ مسیری رو پیدا میکنید که مکسیموم باتلنک کپاسیتی رو داره، مسیری رو پیدا میکنید که شورتست پسه. از این روش سرچ برای پیدا کردن این مسیر استفاده میکنیم. یعنی در واقع توی الگوریتمی که اسلاید قبل آوردیم اینجا این پسی که اینجا هست یه سرچ براش اتفاق میفته برای پیدا کردنش که اون سرچ BFSه. خب با اون سرچ مسیر رو پیدا میکنیم، مسیری که مکسیموم باتلنک کپاسیتی رو داره و بعد با اون رزیدوال نتورک میسازیم. بعد آیتریشن بعدی ماکسیموم چجوری هستن میفهمم. یعنی مثلا اولین چیزی که نگاه میکنم اینه که مسیرش مثلا عددش 1 تا اگر داشته باشه نه شورتست پس هم هست دیگه. گرافی که دارید میسازید مسیر کوتاهی که سینکو به سورس میرسونه که یک توش نیست. کوتاه یه مسیر کوتاه. خب اول رو نگاه میکنه میبینه که مثلا میبینه که ماکسیموم کپاسیتیش مثلا یه مقداری. خب درسته. میفهمه که بعد که من برم جلو دیگه مثلا توی اون مسیرایی که بلندترن پیدا نمیکنم. نه آخه مسیرهایی که بلندترن دارن از همین یالا عبور میکنن. ظرفیت نکنیم ما دارن مکسیموم پیدا میکنم. خب یعنی چی؟ یعنی مسیرهای دیگه ای که از این یکی یال دارن عبور میکنن ظرفیتشون از این کمتر بوده. بعد روی همه مسیرها ما مینیمم رو میگیم کپاسیتی، نه مکسیمم که نمیگیم. وقتی که مثلا این یکه این دو قطعا دیگه مسیر بهینه از اینجا به بعد نیست، مسیری که مکسیمم باتلنک کپاسیتی رو داره، چون اون مسیر ظرفیتش با 1 تعیین میشه. برای همینه که میگیم برس، یعنی من اینجا میتونم کات کنم دیگه، اصلا لازم نیست تو اینجا دنبال مسیر مکسیمم باتلنک کپاسیتی بگردم. به بعد خب به پایین دیگه. خب همین برست فرست کار سرچش همینه، مدل سرچ اگه طراحی الگوریتم یادتون باشه ما یه جاهایی رو کات میکنیم، اونجا یه کات نشن میریم پایین‌تر، بعد اینجا یه جاهایی رو کات میکنیم یه طرف میریم پایین. دپث فرست اینه که من باید تا ته برم بعد شاخه بعدی رو پیش برم. درست شد؟ پس جوابتون گرفت الان؟
خب چرا میشه طبیعتاً، ولی ما اصلا نمیخوایم هیوریستیک انجام بدیم. طبیعتاً مثلا ما ایمپروومنت های دیگه ای که من اینجا اسمشون آوردم اگر علاقه‌مند باشید، یه سری الگوریتم های دیگه وجود دارن که حالا خیلی زیادن، ما چون نمیخوایم قرار نیست کاور کنیم، ما فقط ایده رو داریم میگیم. هیوریستیک استفاده میکنن، ولی تو بعضی از اپلیکیشن ها مثل بیولوژی واقعا الگوریتم های هیوریستیک تا اگر بتونیم الگوریتمی که گارانتی میکنه ما رو به جواب میرسونه وجود داره در زمان معقول، سراغ هیوریستیک نمیریم. چرا؟ چون از دست دادن یه دونه از این ریدا، یعنی یه دفعه یه دونه جهش ژنتیکی شما دارید کلا از دست میدید، یه آدم سالمو میگید بیمار و بالعکس. یعنی هیوریستیک اکوریسی، چون ما توی مثلا الگوریتم های بیولوژی دقتمون باید 99 مثلا 95% باشه، الگوریتم های هیوریستیک یه دفعه دقت خیلی کجا میریم سراغ قرارداد؟ اپلیکیشن ها وجود دارن تو بیولوژی که الگوریتم های هیوریستیک براشون خواهیم گفت، مثلا مبتنی بر داینامیک پروگرامینگ که حالا اگر درس داده های بیولوژی بیوانفورماتیک پاس کرده باشه ما اونجا میگیم توی الاینمنت مثلا. خب اونجا واقعا الگوریتمی که بتونه دقیق کار انجام بده اوردرش خیلی زیاده، یعنی اصلا چاره‌ای نداریم دیگه هیوریستیک انجام بدیم، ولی اینجا میشه در زمان معقول به جواب معقول رسید. سوال دیگه؟ الان اینجا مجبوریم اینجاست دیگه طبیعتاً. اینجا اگر 3 بود خب من اینو کات می‌کردم. خب اونی که کمتره، یعنی وقتی که 2 تا برادر خواهر یا هر چی، اونی که کمتره رو کات میکنم چون طبیعتا این ور نیست. سوال دیگه؟ خب من به قبلیاشو گفتم. آره. پس ما تا اینجا یه مسئله تعریف کردیم به اسم ماکسیموم نتورک فلو پرابلم، یه الگوریتم حالا با ایمپروومنتاش نسبتاً معقولی ارائه دادیم که این مسئله رو برامون حل بکنه. این خیلی مسئله پایه‌ای است. این مسئله قابل تبدیل شدن، یا یه جوری دیگه بگم مسائل دیگه‌ای هستن که قابل تبدیل شدن به ماکسیموم نتورک پرابلم، یعنی با همین اپروچ حل میشن ولی صورتشون ظاهرشون فرق میکنه. شکل مسئله مثل همون که گفتم آمریکا میخواست بدونه ارتش شوروی حد اکثر نیرویی که میتونه منتقل کنه از طریق خطوط ریلی به پایگاه نظامی خودش تو شرق اروپا چقدره. این یه صورت مسئله است. صورت مسئله دیگه‌ش این بود من کدوم خطوط ریلی رو منفجر بکنم، حداقل خطوط ریلی که باید منفجر بکنم که این انتقال نتونه اصلا انجام بشه، گراف کامل قطع بشه، این فلو قطع بشه. این دوتا ظاهرشون با هم فرق میکنه. دومیه میشه مین کات پرابلم ولی قابل تبدیل شدن مکس فلو. یه مسئله دیگه هم هست مینیموم کاست فلو که این اتفاقا تو خطوط حمل و نقل خیلی کاربرد داره که ما این رو در واقع الان اینجا توضیح میدیم و توصیفش میکنیم. اول میگیم مثلا مین کاست فلو چی هست، الگوریتم حلش رو مطرح میکنیم و روش‌های پولینومیالی که برای حلش وجود دارن. توی نتورکی که قرار مین کاست فلو حل بشه به جز کپاسیتی روی یالها کاست هم وجود داره. یعنی این یال ظرفیتش 10، هزینه‌اش به ازای پر فلو مثلا 100. یعنی کاستی که شما بابت استفاده مثلا توی حالا من اینو مثال‌هاش هم هست خیلی ساده چیز بزرگراهی. خب مثلا شما یه فاصله اتوبان دارید که ظرفیت انتقال ماشینش در ثانیه تو یه دونه کراس سکشن مثلا 10 تا ماشین مثلا به عرض 10 میتونه عبور پیدا کنه، لذا هر ماشین مثلا 1000 تومان دارید میگیرید. فرض کنید یه ماشینی یا میخواین یه فلوی رو پیدا کنید که هزینه‌تون رو مینیمم کنه. حالا برای خطوط هواپیمایی خیلی وجود داره، مثلا یه شرکتی میخواد یه فلوی از پسنجرها رو منتقل بکنه، مسیرهای هوایی که از کشورهای مختلف رد میشن هم ظرفیتشون متفاوته هم هزینه ترانزیتشون متفاوته. اون میخواد حد اکثر فلو رو با حد اقل هزینه منتقل بکنه. پس ما یه نتورک داریم که این بار علاوه بر کپاسیتی کاست هم روی یالهاش تعریف میشه
بین سورس و سینک چند مدل کوئسچن میتونید مطرح بکنید. سوال اول، یه فلو از S به T با ولیو R، یعنی من میخوام 1000 تا پسنجر مثلا از تهران بفرستم مثلا یک کشور دیگه. خب حداقل کاستی که میتونم داشته باشم از کدوم مسیره؟ مثلا تهران به مثلا ملبورن. خب حداقل هزینه از کدوم مسیره، ولی میدونم فلوم چقدره، 1000 تا پسنجر میخوام منتقل. سوال دوم اینه که شما بگید حد اکثر فلویی که با مینیموم کاست میتونید از X از سورس به سینک منتقل کنید چقدره. این در واقع پرابلمش میشه مین کاست مکس فلو، یعنی دیگه اون آره رو من نمیدونم. خب تو سوال اول آر معلوم بود، میگه برای 1000 تا. سوال دوم میگه ممکنه کاست به ازای 500 تا مینیموم بشه، شما باید اون فلویی که مینیموم هم میکنه کاست رو پیدا بکنید. ما قراره این مسائل رو حل بکنیم. یه دو تا نکته بگم و بعد انشالله حل مسئله بمونه برای جلسه بعد. یه مسئله ای که یه گراف هایی که وجود داره، مثلا ما توی ماکسیمم نتورک فلو دیدیم گراف میتونه اون شکلی که ما دوست داریم نباشه، مثلا چند تا سورس چند تا سینک داشته باشه، ما چجوری تبدیلش بکنیم به یه دونه سورس و یه دونه سینک. حالا اینجا ممکنه که شما یه تیکه‌ای از گرافتون کپاسیتی نداشته باشه. خب یعنی یه گراف دارید که یه یال روش مشخص شده و هیچ کپاسیتی برای اون وجود نداره، کپاسیتیش بی‌نهایته. الگوریتم ما طبیعتاً نمیتونه با بی‌نهایت شروع کنه به حل کردن. به جای اون بی‌نهایت چی بذاریم تو نتورکمون که الگوریتممون با اعداد محدود شروع کنه به حل کردن؟ مجموع همه ظرفیت ها رو بذاریم. احتمال زیاد به اون مجموعه هم نمیرسه، ولی خب با یه عدد محدوده. پس ما اصولا با unbounded capacity سرکار نداریم، همیشه تبدیلش میکنیم به یه عدد محدود. میشه هی ساده و ساده ترش کرد. منظور اینه که به هر حال با یه عدد محدود میتونیم شروع بکنیم. خب من بقیه بحث رو انشالله میدم برای جلسه بعد که کات نشه.